سلام خدمت همه شما ادیبان، فرهیختگان، مخاطبان کتابخانه عمومی سیار یار مهربان. مجتبی محقق هستم، مسئول کتابخانه عمومی سیار یار مهربان از همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، دیار عاشقان، عارفان، ادیبان و اندیشمندان. خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می‌کنم. مجتبی محقق، مسئول کتابخانه عمومی سیار یار مهربان که خدمتتون سلام عرض میکنم. صبح بخیر. سلام آقای محقق، وقتتون بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیو محله و همه همکاران گرامیتون. در خدمتتون هستم. سلامت باشید. آقای محقق، یه مقدار از این کتابخانه‌های سیار یار مهربان بگید. به هر حال اون عنوانی که ما از مسئولیت شما گفتیم یه مقدار کنجکاومون کرد که بدونیم اصلا چی هستن این کتابخانه‌های سیار، کجاها هستن. حتما چشم. خدمتتون عرض کنم جناب شکوهی عزیز، من یه توضیحاتی خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون ارائه میدم برای آشنایی بیشتر. یکی از اهداف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اینه که دسترسی مردم عزیزمون رو به منابع اطلاعاتی و کتاب راحت‌تر بکنه. برای این منظور خب قطعا شما میدونید بعضی از حالا روستاها، بعضی از مناطق شهری هستن که دسترسی به کتابخانه‌های عمومی ثابت ندارن. در نتیجه به این منظور نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با همکاری ادارات کل کتابخانه‌های هر استانی آمده چیکار کرده؟ کتابخانه‌های سیار رو راه اندازی کرده تا برن به مناطقی که دسترسی به کتابخانه عمومی ندارن و ما بریم برای مردم خدمت رسانی کنیم که وظیفمون هست تا شهروندان اون مناطق بتونن بیان، عضو بشن و از منابع اطلاعاتی و کتاب‌های اون کتابخونه استفاده کنن. حالا کتابخانه سیار یار مهربان همدان شرایطش به چه شکله؟ یک دستگاه اتوبوسی هست که داخلش کاملا قفسه‌بندی مرتبی داره که پر کتاب، نزدیک 3600 نسخه کتاب ما داریم داخل این اتوبوس سیار و هر روز یک محله و منطقه از همدان رو میریم. ایستگاه توقف داریم اونجا که من اگر اجازه بدید ایستگاهامونو بگم کجاها هست. بله. خدمت شما عرض کنم که ایستگاه‌های توقف روزانه کتابخانه عمومی سیار یار مهربان همدان به قرار زیره که به ترتیب خدمت شما اعلام می‌کنم. شنبه‌ها محله قاسم آباد روبروی دبستان حیات، یک شنبه‌ها شهرک بهشتی مقابل بوستان خانواده، دوشنبه‌ها شهرک الوند جنب مدرسه مصطفی خمینی رحمت الله، سه شنبه‌ها میدان رسالت بلوار امیریه جنب مدرسه امیر المؤمنین علیه السلام، چهار شنبه‌ها بلوار بهادر بیگی کوی خاتم مقابل مدرسه توحید و نهایتاً پنج شنبه‌ها هنرستان جنب فروشگاه شهروند. و اما ساعت حضور ما در ایستگاه‌های توقف روزانه از ساعت 8:30 صبح لغایت 13:30 هستش که شهروندان محترم میتونن مراجعه کنن و از خدمات کتابخانه عمومی سیار یار مهربان همدان بهره مند بشن. یه توضیح هم بدم، این در واقع کل هدف کتابخانه سیار نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم نهاد کتابخانه عمومی کشور سعی داره که کتابخانه‌ها از اون فضای فقط امانت کتاب و عضویت در بیاد و خیلی هم در این زمینه تلاش کرده. یعنی ما برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای در طی سال داریم برای دانش آموزان مناطق مختلف، برنامه‌های فرهنگی ویژه مثل نمایشنامه‌خوانی، مثل جنگ شادی، مثل معرفی کتاب، جمع‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی مختلف رو داریم. چه عالی. انشالله که خدا قوتتون بده، توفیقاتتون افزون. خیلی متشکرم.